السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران محترم، در اینجا ما علاقه در جمله سازی شروع میکنیم. کم کمی در جمله سازی علاقه ما شروع کرده هستیم و هر کسی که بخواهد که جمله سازی را اگر که به خشروگی یاد بگیرد، همیشه کم هر کلمه دا کم زیاد کردن میگیریم تا اینکه جمله خود به خود پیدا شدن میگه در نزد انسان انشاءالله. یکم کلمه ای که ما درباره عائله، در عائله مثال هم کلمه های عائلوی را از یاد میکنیم، هم کم بعض ضمیرها را در همونها پیوست کردن میگیریم. مثلا امون گفتم مادر میگن. وقتی که حرف یا که چسبید یای متکلم میگن ایره. امی مادری من میشود. امک مادری تو میشود. امکی مادری تو زنک میشود. که برای مرد است، کی برای زن است. کلمه امون اصلا خودش کلمه امون هست، مادر، یعنی که امون. یا یعنی که مادری من، چی مرد باشد چی زن باشد امی میگه، مادری من میشود. امو که گفتی مادری تو، که برای مرد است، خطاب به سوی مرد کردستی. امو که امو کشید خطاب به سوی زن میشه، مادری تو ای زنک، یعنی که. و یا برای متکلم است، کاف برای مخاطب مذکر است برای مرد، کی برای مخاطبی مؤنثش میگم برای زن است. ابون پدر هست. وقتی که یا چسبید ابی گفتی، ابی پدری من. ابوکا پدری تو. ابوکی پدری تو زن. ابون در آیت قرآن اومدگی است، یعنی که پدر می شود. اخون له میگه خداوند قرآن، یعنی که اخ برادر می شود. اخ برادر، اخی گفتم برادری من. اخوکا برادری تو. اخوکی برادری تو زنک. که برای مرد است گفتیم، کی برای زن است. یا برای انسانی که متکلم، سخن کننده، چی مرد باشد چی زن باشد، همش در این برابر است، یکم فرقی ندارد. اختی خواهر می شود. اختون خواهر می شود. اختی که گفتم خواهری من. اختو که خواهری تو مرد. اختو که خواهری تو زن. ابنون فرزند میشه. چه حضرت لقمان سین در آیت قرآن یا بنیه گفت، ای بچه جان. بنیه یعنی که بنیه شید بچه چک میشه، یعنی که ابنون بچه میشه. ابنی گفتم بچه من، یعنی که فرزندی من. ابنوکا فرزندی تو. عرب ها را خمان عمکی میگیم. عرب ها را عمون میگن. عمی گفتم یعنی که عمکی من میشود. عمو که گفتم عمکی تو میشود. خیلی عمو که گفتی خیلی برای زنکی میشه، مثلا برای مؤنث. عمه را باشه عربا عمتون میگن. عمتون فقط تا میدران شد، تای تانیسش میگن. تای تانیس در کدام کلمه که در آخرش ت آمد، اون کلمه جنس کیه. عمتون عمه میشود. عمتی گفتم عمه من میشود. عمه تو که گفتم عمه تو میشود. خمان تقایی میگیم. عربا خالون میگن. خالون وقتی که خالی گفتم برادری تقایی من میشود. خاله تو که گفتم تقایی تو میشود. خالو که گفتم تقایی تو میشود. خالی تقایی من، خالو که تقایی تو. انا خاله را عربا خالتون میگن. خاله را خالتون میگن. وقتی که یاد رو آوردیم در اون، خالتی یعنی که خاله من، خالتو که خاله تو. عربی به تاجیکی خیلی نزدیکی دارد. جدون گفته بابی را میگن.
وقتی که یا درآمد جدی می شود. بابی من یا که بابای من. جدک بابای تو. جدتون بیبی می شود. بیبی. جدتی گفتم بیبی من، جدتک بیبی تو. یعنی که جد بابی می شود، جده بیبی می شود. و در اینجا برادرایی که میپرسن که برای چی کلمه ها جدون هستن، خالون هستن، عمون هستن، وقتی که یا را آوردین همو دو زبر، دو زیر، دو پیش اونها که جا شدن، یعنی که تنوین میگن اونها به عربی، اونها که جا میشون. وقتی که حاضر انشاءالله در گراماتیک شاید بخونیم در صرف نحو، کلمه اگر که دو پیش، دو زیر، دو زبر داشته باشد، تن، تون، تین، همه چیزها رو داشته باشد، در مابین کلمه که آمد اینها خود به خود ساقط میشن، اونها میافتن، دیگه باقی نمیمونن. به همون خاطر در کی جایی که اگه ابون است، ابون دو پیش دارد، یا که ابین دو زیر دارد، یا که ابن دو زبر دارد، فرق ندارد. در کی جایی که نباشد، یا که خالون، خالین، خالن، در همه حالت دو زبر دارد، وقتی که در مابین کلمه اومد یا که یکم چیز به اون چسبید، اون خود به خود میغلطد. انشاءالله این چیزها حاضی در آینده میوین هر آینه. شما فقط متابعتیتان و همه درس ها از شروع شوید تا آخرش گوش کنین. هر برادری که فرصت دارن اونها رو نویسته بگیرن. انشاءالله به همین ترتیب عربی را کوشش میکنن به اذن الله که هر یک برادری که متابعتی میکنن در درس ها دائمی اشتراک میکنن، از الله امیدواریم که در مدت 2 ماه علاقه چیزهای ضرورت چه گپ زده سخن کرده انشاءالله میتوند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.